همواره دنبال این باشید شاید تازه تر از این چیزی که میبینید یا دارید یا میشنوید باز هم ببینید یا پیدا کنید یا بشنوید. همواره دنبال یک تازه تر باشید. چقدر زیبا میگه مولانا: بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگری هست. همواره اینو بدونید که باید ایده، اندیشه، طرح و نگاهتون تازه و تازه و تازه تر باشه. دنبال تازه ها باشید. کمپانی کریتون آمریکا یه سری از شرکت ها رو دعوت کرده بود در رابطه با بحث فناوری اطلاعات آیتی. زمانی که مدیران این شرکت وارد این همایش شدن، در بدو ورود که وارد سالن بشن، یکی از این منشیها روی سینه این مدعوین یه پلاک فلزی از دایناسور رو نصب می‌کرد. بعد از 5 ساعت که این همایش برگزار شد و تمام شد، یکی از مدیران پرسید: همایش بسیار جالبی بود، اما منظورتون از نصب این دایناسور چیه روی سینه های ما؟ مدیر کمپانی کریتون ازشون پرسید، گفت: از شما میپرسم چرا نسل دایناسور منقرض شد؟ ها؟ چرا نسل دایناسور منقرض شد؟ گفتن به این دلیل که این حیوان عظیم الجثه نتونست خودشو با شرایط زمان چیکار کنه؟ تطبیق بده، وفق بده. به همین خاطر منقرض شد. بهشون گفت همین حرف منه. اگر هر اندیشه‌ای، هر مدیریتی، هر برنامه ریزی، هر آیینی، هر دینی نتونه خودشو با شرایط زمان منطبق کنه، محکوم به انقراضه. افکارتون، ایدهاتون، نگاهتون نو باشه.